با سلام خدمت همه فالوورها. ما 30 کیلو آرد رو وزن میکنیم، خمیر میزنیم. از همین آردم میشه. اگه با آرد شیرینی 4-5 کیلو باش اضافه کنیم، یعنی جمعاً 30 کیلو بشه، خیلی بهتر بشه. 5 کیلو هم روغن آماده کردیم. 5 کیلو روغن آماده کردیم. خمیرمونم زدیم. فقط منتظریم که خمیر ور بیاد، بیاییم بزنیم. با تشکر.